ملاحظه فرمایید ابن حجر در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه در جلد 7 این کتاب چی ذکر میکنه؟ این ماجرا رو ذکر میکنه که قاتل عمار چه کسی است؟ ابوالقادیه هست. یه توضیح داره میده ابوالقادیه چه کسی بود، از کجا آمد. حالا آخرش و ظن بالصحابه فی تلک الحروب انهم کانوا فیها متأولین. میگه آقا ما باید این گمان نیک رو به صحابه داشته باشیم، بگیم اینا تأویل میکردن. یعنی نگیم که آقا یک طرف مقصر و خطاکار بوده یعنی گناهکار بوده و یک طرف بر حق بوده. میگیم هر دو طرف مجتهد بودن، یه طرف خطا کرد در اجتهادش، یه طرف خطا نکرده. اون که خطا نکرده که امیرالمومنین علیه السلام باشد 2 تا ثواب میبره، اون که خطا کرده از 1 ثواب میبره. یعنی گناهی به پایش نوشته نمیشه بلکه 1 ثواب میبره، ثوابش کم هست. تلاششو کرد، زحمت کشید که مثلا درست بفهمه ولی نتونستی، خودم اندازه فهمش باش. ابوالقادیه رو داره تطهیر میکنه، درسته؟ داره لشکر معاویه رو. بله ابوالقادیه هم ضمنش هست. بیشتر اشارهش به خود معاویه و کسی که توی این سپاه حضور داشته است. بل المجتهد المخطئ اجر. مجتهدی هم که خطا میکنه یه اجر رو میبره. پس مثل ابوالقادیه و مثل معاویه گناهکار نیستن، خطا کمتر دارن. و اذا ثبت هذا فی حق احد الناس فثبوته للصحابه به طریق الاولی. میگه ما یه قاعده کلی داریم، وقتی برای همه مردم این قاعده رو ما عملی بدانیم، برای صحابه به طریق اولاست. چه صحابه‌ای؟ یک طرف مثلا معاویه ابن ابی سفیان است، اینو نمیتونیم تقدسش رو زیر سوال ببریم که. بنابراین میگه معاویه هم در این مسئله ثواب و اجر برده است ولی اجر کمتری